مجدد به همه شنوندگان خوبمون. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. ما در خدمت شما هستیم با قسمت 5 پادکست انگیزه پلاس. قسمتی که دقیقاً برای روزهای خاکستری زندگیمون طراحی شده. اون روزهایی که انگار باتریمون رو از 100 به 10% رسوندن و حس میکنیم دنیا ازمون انتظار یه دوی ماراتون داره. اما حقیقت اینه که مدیریت انرژی فقط در مورد پر کردن باتری نیست، بلکه در مورد بهره‌وری از شارژ باقی مانده هم هست. بخش اول، اعتراف به کمبود انرژی و تغییر دیدگاه. بذارید صادق باشیم. ما در فرهنگ زندگی می‌کنیم که همیشه باید روشن باشیم. اگه خسته باشی انگار داری شکست می‌خوری. اما این چرخه رو بشکنیم، خستگی و کمبود انرژی یک سیگنال است، نه یک ضعف اخلاقی. وقتی این سیگنال رو دریافت می‌کنیم، نباید با زور و استرس خودمون رو وادار کنیم کارهای سنگین انجام بدیم. این کار شبیه این میمونه که ماشینی با باک خالی رو هل بدیم. فقط استهلاک ماشین بالا میره. اصل اول، تطبیق کار با سطح انرژی فعلی. شما باید یک فهرست اولویت بندی انرژی داشته باشید. کارهایتان را به 3 دسته تقسیم کنید. 1. کارهای های انرژی، برق 0 فاز. کارهای خلاقانه، جلسات مهم، تصمیم گیری های استراتژیک. اینها رو فقط برای اوج انرژیتون نگه دارید. 2. کارهای مدیوم انرژی، برق تک فاز. پاسخ به ایمیل های پیچیده، مطالعه متمرکز و برنامه‌ریزی هفتگی. و 3. کارهای لو انرژی، چراغ قوه. کارهایی که فقط نیاز به حضور فیزیکی یا ذهنی مینیمال دارن. مرتب کردن میز، دسته‌بندی اسناد، پاسخ‌های کوتاه، چک کردن سریع اخبار مرتبط با کار. وقتی سطح انرژیتون پایینه، فقط سراغ دسته 3 بروید. اگه کار سنگین رو شروع کنید، احتمال شکست بالا میره و این خودش انرژی بیشتری از شما میگیره، چون احساس بدی پیدا میکنید. بخش دوم، تکنیک های کوچک برای حفظ شعله. حتی با انرژی کم هم ما میتونیم به جای اینکه کاملا خاموش بشیم، یک شعله کوچک اما ثابت نگه داریم. اینجاست که تکنیک های میکروسکوپی وارد عمل میشن. 1. قانون 5 دقیقه. اگه کاری کمتر از 5 دقیقه طول میکشه، با هر چقدر انرژی که دارید انجامش بدید. انجام ندادنش در آینده انرژی بیشتری میخواد. 2. تقسیم به قدم‌های بی اهمیت. پروژه بزرگتون رو به قدم‌های تقسیم کنید که هر کدوم اهمیت کمی برای موفقیت کلی داشته باشن. مثلا به جای نوشتن یک پاراگراف کامل، فقط تیترهای اصلی رو زیر هم بنویسید. این کار باعث میشه ذهن شما روی تکمیل تمرکز کنه، نه کیفیت بالا. و 3. نوشیدن و حرکت کردن، نه کافئین بیشتر. وقتی خسته ای، بدن نیاز به اکسیژن و آب داره، نه محرک بیشتر. از جای خود بلند بشید. 5 بار دست و پای رو تکون بدید. 1 دقیقه به دورترین نقطه نگاه کنید.
اینها در واقع شارژ سریع فیزیولوژیکی شما هستند. بخش سوم، ذخیره سازی انرژی برای فردا. مدیریت انرژی در روزهای کم انرژی در واقع یک سرمایه گذاری برای روزهای پر انرژی آینده است. ما باید یاد بگیریم که در این شرایط نگفتن رو تمرین کنیم. نه به دعوت‌های اجتماعی غیر ضروری، نه به پروژه‌های جدیدی که نیاز به پذیرش سریع دارند و نه به اخبار و شبکه‌های اجتماعی که انرژی ذهنی رو تخلیه می‌کنند. در واقع این روزها روزهای حفاظت از منابع ما هستند. حالا سخن پایانی. دوستان، کم انرژی بودن به معنای بی‌ارزش بودن کار شما نیست. یعنی بدن شما داره اعلام میکنه که امروز باید کارایی و وقت بیشتر منابع محدودتون رو مدیریت کنید. به خودتون سخت نگیرید. امروز با یه قدم کوچک فردا راه رفتن رو تمرین کنید. مهم اینه که شعله ارادتون خاموش نشه، حتی اگه فقط یک فوت کوچک باشه. تا قسمت بعد مراقب انرژی های کوچک و بزرگتون باشید. ممنونم که منو حمایت میکنید. خدا نگهدار.